أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب کتاب ریاض الصالحین امام نووی رحمه الله در این کتابش میگوید کتاب عیادت المریض، یعنی کتاب در مسئله خبر گرفتن بیمار نزدش رفتن و خبرگیری بیمار. خب اکنون کتابی که نو شروع میکنیم از کتاب ریاض الصالحین در مسئله خبر گرفتن بیمار است. نه تنها خبر گرفتن بیمار، بلکه از بیمار تا اگر وفات کرد و تشییع جنازه شو و برده گراندن و بعد گراندن یا که از پشتش تا قبرستان رفتن و گراندن و در همه مسئله صحبت میکند در این کتاب. خب اکنون امام نووی رحمه الله میگه که کتاب عیادت المریض و تشییع المیت و صلاة علیه و حضوره فیه و المکث عند قبره بعد دفنه، یعنی که کتاب در مسئله خبر گرفتن بیمار، عیادت المریض بیمار خبرگیری، و تشییع المیت و تشییع میت و تشییع آماده کردن مرده، یعنی که از غسل کراندن و کفن کردن و مردم آگاه کردن و خبر کردن مردم برای جنازه و همه اینها را آماده کردن، و صلات علیه و همچنین نماز خواندن بر میت، یعنی نماز جنازه را خواندن، و حضوره فیه و حضور کردن این انسان در همون جنازه یا که در همون نماز یا در بالای مرده، و المکث عند قبره و همچنین ایستادن در بالای قبر مرده. وقتی میبریم میت میگرانی تا خاک پوشاندن و تا جابجا کردنش در بالای قبرش ایستادن بعد دفنه، یعنی بعد دفن کردن، و المکث عند قبره بعد دفنه، بعد از اینکه دفنش میکنی تا خاک پوشانی تا این چیزها همونجوری ایستادن. این هم از آداب مسلمان یا که حق مسلمان بالای مسلمان است. اکنون در همین بابها امام نووی رحمه الله برامون چند حدیث را تقدیم میکند. اولین حدیث این کتاب یا این باب حدیث 893 کتاب ریاض الصالحین می شود. حدیث 893. خب عن البراء ابن عازب رضی الله عنهما قال، یعنی که از براء ابن عازب رضی الله عنهما روایت است که گفت امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم بعیادت المریض، میگه که امر کرد ما را رسول الله صلی الله علیه و سلم با عیادت بیمار رو باید خبر بگیریم. براء ابن عازب میگه پیغمبر ما را به همین چیز امر کرد و چند چیزها امر کرد. یکی از اینها خبر گرفتن بیمار بود، و اتباع الجنازتی و از پشت جنازه رفتن. وقتی جنازه را که میبرند تا قبرستان از پشتش رفتن، همچنین میگه پیغمبر ما را با این امر کرد. و تشمیت العاطسی و همچنین دعای نیک کردن برای عطسه زننده. یک از عطسه میزند الحمدلله که میگوید دعای نیک در حقش میکنیم یرحمک الله. و ابرار المقسمی، همچنین میگه پیغمبر ما را امر کرد به عملی ساختن و عملی گرداندن انسان قسم خورنده که قسمش عملی بگرداند، عمل بکند به قسمی کردگیش، به قسمی خوردگیش. و نصر المظلومی و همچنین کمک کردن و یاردم کردن انسان مظلوم. یک مظلوم دیدیم در ظلم قرار دارد، میتونیم که دستش بگیریم یاردمش کنیم، پس دستش میگیریم کمکش میکنیم تا اینکه از ظلم خلاص بخرد. و اجابت داعی و همچنین میگه پیغمبر ما را امر کرد به اجابت داعی، یعنی به پذیرفتن دعوت. یک از ما را دعوت میکند، به خانهش دعوت میکند یا به یگان معرکه و به توی و به هر چیزی دعوت میکند، پس ما باید اجابت دعوتش کنیم. یا به خانهش فریاد میکند، ما باید دعوتش قبول بکنیم. و افشاء السلامی و همچنین میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما امر میکرد با آشکار کردن و ترویج دادن سلام، که در بین مردم سلام آشکار کنیم و ترویج بدیم و پهن کنیم سلام دادن را. این حدیث متفق علیه است
که برای ابن عازم میگه پیغمبر ما رو با این چیزها امر میکرد. خب بعد از این حدیثی 894 و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است هر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت حق المسلم علی المسلم خمس. میگه پیغمبر گفت که مسلمان بالای مسلمان 5 حق دارد، یعنی حق مسلمان بالای مسلمان 5 تا است. رد السلامی، یکم حق جواب دادن سلام، یک مسلمان تو را سلام میتید پس باید سلامش جواب بگویی. و عیادت المریض، و دویم حق مسلمان خبر گرفتن بیمار است، یعنی وقتی بیمار میشود بیمار را خبر گرفتن. و اتباع الجنائز، و سیوم حق مسلمان از پشت جنازه اش رفتن هست، اتباع جنایز است، از پشت جنازه تا قبرستان رفتن. و چهارمش اجابت دعوتی و اجابت دعوه، یعنی قبول کردن و پذیرفتن دعوت یک مسلمان. وقتی یک مسلمان تو را به خونهش دعوت میکند پس دعوتش را قبول بکن. و تشمیت العاطس، و ششم و پنجم آخرین حق مسلمان این دعای نیک کردن، دعای نیک کردن برای عطسه زننده هست. وقتی الحمدلله که میگوید عطسه میزند و الحمدلله که میگوید دعای نیک در حقش میکنی، یرحمک الله میگویی برایش. پس اینها هستند حق مسلمان بالای مسلمان. و اینجایی که اجابت و دعوتی هست یعنی قبول کردن دعوتش، اگر دعوتش دعوتی در دایره شریعت باشد، اگر که مثلا در تویش حافظی باشد و در اون وقت فریاد کند نه رفتن جایز نیست. اگر معصیت باشد، مثلا عرق داشته باشد در خونه و شراب و چیز حرام باشد یا اختلاط باشد مرد زن یک جا، این صورت جایز نیست. یکم بدعت تشکیل کرده است، یکم کار مثلا بدعت اگر دعوتت کند نه، اجابت دعوت جایز نیست. اجابت دعوت در کاری است که مباح است. مثلا خونش فریاد میکند بیا بشینیم، یک معرکه عادی میکنه صدقه دارد بیا بشینیم، در این صورت رفتنش حتمی است، باید اجابت دعوت کنیم، یعنی بپذیریم دعوتش را. خب حدیث متفق علیه است. و بعد از این حدیثی 895 و عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ان الله عز وجل یقول یوم القیامه، میگه هر آینه الله سبحانه و تعالی در روز قیامت میگوید یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، ای فرزند آدم بیمار شدم فلم تعدنی، پس به عیادت من نآمدی تو. قال یا ربی کیف اعودک و انت رب العالمین، پس این بنده میگفته است که ای پروردگارم کیف اعودک، من چطور به عیادت تو بروم، و انت رب العالمین، در صورتی که تو پروردگار عالمیان هستی و تو بیمار نمیشوی و تو محتاج به این چیزها نیستی، پروردگار من چطور به عیادت تو بروم. قال، الله سبحانه و تعالی میگفته است که اما علمت ان عبد فلانا مرض فلم تعوده، آیا ندانستی که بندم فلانی بیمار شد و پس تو به عیادتش نرفتی؟ اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده، آیا ندانستی که اگر تو لو عدته، اگر که تو به عیادت همون بنده من میرفتی، لوجدتنی عنده، پس تو من را در آنجا پیدا میکردی. یا ابن آدم، ای فرزند آدم، استطعمتک فلم تطعمنی، میگفته است که الله سبحانه و تعالی که ای فرزند آدم استطعمتک، یعنی که من از تو طلب غذا کردم، از تو طعام خواستم، فلم تطعمنی، پس تو برای من غذا ندادی، برای من طعام ندادی. قال یا ربی، بنده میگفته است که ای پروردگارم و کیف اطعمک و انت رب العالمین، و چطور من تو را طعام و غذا بدهم که در حالی که تو ای الله پروردگار عالمیان هستی، تو احتیاج به غذا نداری. قال، الله سبحانه و تعالی میگفته است که اما علمت انه استطعمک عبد فلان فلم تطعمه، آیا ندانستی که هر آینه از تو درخواست طعام کرد بنده من فلانی،
فلم تطعمه، پس تو به وی طعام ندادی. اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي. آیا ندانستی تو اگر که اطعمته، تو برای اون بنده من غذا میدادی و بنده من را بگم طعام میدادی، لوجدت ذلك عندي، حتما تو پیدا میکردی پاداش همین کاری کردگیت رو در نزد من. یعنی همون بنده من از تو طعام خواست، اگر که میدادیش پس ذالکه پاداش همون عمل نیکی تو عندی بود، در نزد من بود. یا ابن آدم، باز الله سبحانه و تعالی میگفته است ای فرزند آدم، استسقیتک فلم تسقینی، یعنی که از تو من طلب آب کردم، از تو من آب خواستم، فلم تسقینی، پس تو برای من آب ندادی. قال یا ربی کیف اسقیک و انت رب العالمین، می گفته است این بنده که ای پروردگار چطور من تو را آب بدهم و انت رب العالمین، در صورتی که تو پروردگار عالمیون هستی که تو احتیاج به آب نداری. قال، الله سبحانه و تعالی می گفته است که استسقاک عبد فلان فلم تسقیه، یعنی درخواست کرد از تو آب را بنده من فلانی، فلان بنده من از تو آب خواست، فلم تسقیه، پس تو برای اون بنده من آب ندادی. اما علمت انک لو سقیته لوجدت ذلك عندي، آیا ندانستی هر آینه تو اگر که آب میدادی همون بنده من را، لوجدت ذلك، حتما پیدا میکردی ثواب این کار کردگیت رو عندی، در نزد من، یعنی در نزد من پاداش این عمل نیک تا پیدا میکردی. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. خب در این حدیث همون جای شاهدش سوال یکم است که خبر گرفتنی بیمار. خب بعد از این حدیثی 896 و عن ابی موسی رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو موسی رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که عود المریض، یعنی عیادت کنید بیمار را. وقتی شنیدید کدام کسی بیمار شده است، پس شما به عیادت بیمار بروید. و اطعموا الجائع، و غذا بدهید، خوراک بدهید گرسنه را، انسان جائع را، انسانی که گرسنه و گشنه هست، انسان گشنه را شکمش سیر کنید، طعامش بدهید، غذاش بدهید. و فک العانی، و آزاد کنید شما اسیر را، اسیر را در جایی که دیدید پس آزادش کنید. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. العانی الاسیر، یعنی عانی را معناش اسیر است. بعد از این حدیث 897 و عن ثوبان رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ثوبان رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ان المسلم، هر آینه مسلمان، اذا عاد اخاه المسلم، هنگام هر وقتی که به عیادت برادر مسلمانش می رود، لم یزل فی خرفة الجنة، یعنی که تا حتی یرجع، یعنی تا بازگشتنش را، لم یزل فی خرفة الجنة، یعنی که باقی میماند یا بر دوام در خرفه جنت است، در خرفه بهشت است. قیل یا رسول الله، پس پرسان شدن گفتند که ای رسول الله ما خرفة الجنة، یعنی گفته که در خرفه جنت است، پس گفت خرفه جنت چی است؟ یعنی که انسان بیمار خبرگیری می رود تا بازگشتنش در حالت خرفه جنت است، پس خرفه جنت گفت چی معنی دارد؟ قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که جناها،
یعنی که در حالت چیندن میوه های بهشت است. یعنی که انسان وقتی که کسی خبرگیری می رود تا بازگشتنش را گویا که از بهشت میوه چینده ایستاده است. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. بعد از این حدیثی 898 و عن علی رضی الله عنه قال، یعنی که از علی رضی الله عنه روایت است که گفت قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگوید ما من مسلم یعود مسلما، یعنی نیست مسلمانی که عیادت کند مسلمان را غدوتن، یعنی شامگاه در وقت غدوتن صبحگاه در وقت سحر، الا صلی علیه 70,000 ملک حتی یمسی، مگر اینکه صلی علیه یعنی که دعای استغفار میکنند بر اون انسان 70,000 ملک، یعنی 70,000 ملائکه حتی یمسی تا بگانی را. یعنی یک انسان سحر وقتی که بیمار خبرگیری می رود تا بگانی را 70,000 ملائکه در حق این انسان دعای استغفار میکردند، طلب مغفرت میکردند. و این عاده عشیتا، میگه و اگر که به عیادت بیمار برود شامگاه، عشیه بگانی ده برود، شامگاه در وقت شام برود، صلی علیه 70,000 ملک حتی یصبح، یعنی که صلی علیه یعنی دعای استغفار میکنند بر این انسان 70 ملائکه حتی یصبح، تا اینکه شب روز شود. یعنی بگاه که رفت تا روز 70,000 ملائکه در حق این طلب مغفرت میکردند. و کان له خریف فی الجنه، این یکم درجه بگیم یکم بزرگی و ثواب این است که 70,000 ملائکه دعا میکنند. و دوم اجر و پاداش خبر گرفتن بیمار میگه و کان له خریف فی الجنه، و می باشد برای این انسان خریف در جنت. خریف یعنی چی؟ یعنی میوه چینده شده جنت. یعنی این انسان سزاوار می شود، صاحب می شود میوه چینده شده جنت را، میوه آماده کردگی جنت را. یعنی که خریف الثمر المخروف میگه ای مجتنى، یعنی که میوه‌ای که چینده شدگی است، همون را خریف میگن. پس این انسان صاحب میشود همون میوه چیندگی را. رواه الترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده و قال حدیث حسن، و گفتگی است که حدیثی حسن هست. بعد از این حدیثی 899 و عن انس رضی الله عنه قال، از انس رضی الله عنه روایت است که گفت کان غلام یهودی یخدم النبی صلی الله علیه و سلم، میگه بود به غلام یهودی که خدمت میکرد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فمریضه، پس همین غلام یهودی میگه بیمار شد، فاتاه النبی صلی الله علیه و سلم یعوده، پس میگه آمد نزد این بیمار همین غلام یهودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعوده، برای عیادتش یعنی خبرگیری آمد. فقعد عند رأسی فقال له، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشست در پیش سرش، این در رأسی یعنی در پیش سرش، در بالای سرش نشست و فقال له، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای همون غلام یهودی گفت که اسلم، یعنی مسلمان شو. زیرا که یهودی که بود پیغمبر خبرگیریش اومد و دعوت به اسلام کرد، گفت اسلم، مسلمان شو. فنظر الى ابیه و هو عنده فقال اطع ابا القاسم، پس میگه نگاه کرد همین غلام یهودی به پدرش، در حالی که همون پدرش در نزدش بود، یعنی که در پیش همچنین پدرش هم بود. فقال اطع ابا القاسم، پس پدر این غلام یهودی یعنی یهودی کلانی اطع ابا القاسم گفت که اطاعت بکن ابو القاسم را، یعنی ابو القاسم را گپش را قبول بکن. فاسلم، پس میگه که این غلام یهودی مسلمان شد، اسلام آورد. فخرج النبی صلی الله علیه و سلم و هو یقول، پس میگه برآمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حالی که رسول الله میگفت که الحمد لله الذی انقذه من النار،
یعنی حمد و ثنا الله را کی انقذه من النار، یعنی آزاد کرد و رها کرد این انسان را از آتش دوزخ، یا نجات داد این انسان را از آتش دوزخ. یعنی که اسلام آورد، وقتی مسلمان که شد از آتش دوزخ انشاءالله نجات یافت. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. پس این باب به آخر رسید، حدیث 899 با همین این باب به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود. اما از همین حدیث آخرین چندین مسئله ها گرفته می شود. یک مسئله این است که ما می توانیم یک کافر اگر که بیمار شد به خبرگیریش برویم، به شرطی که ما او را دعوت کرده بتوانیم و فهمانده بتونیم، زیرا که حالت بیماریش سبب اسلام آوردن نشود. یعنی میریم خبرش میگیریم و دعوت به اسلامش میکنیم. این جایز است. یک کافر اگر که بیمار شود، اگر که دعوتش کرده میتوانی، پس میتوانی بروی و دعوتش کنی در حالت بیماری. شاید بگیم لحظه آخرش است شاید مسلمان شود. این یک مسئله است. و مسئله دیگه این است که بسیار عالمان میگن که ببین که پدر برای فرزند چقدر غمخوار است. یعنی اون یهودی کلان میدونست که پیغمبر حق است، اسلام راه درست و سالم است، اما برای خودش پدرش کافر مردک، اما یهودی مردک پدرش، اما دلش به فرزند بیمارش سوخت که اسلام بیار تا اینکه در روز قیامت سربلند باشه. اما پدرش کافر مرد و فرزندش اسلام آورد و الله سبحانه و تعالی نجاتش داد از آتش دوزخ. و همچنین از این حدیث ها مسائل زیاد استنباط کرده و گرفته می شود. و بعد از این باب نو شروع می شود که باب ما یدعا به للمریض، باب در مسئله آن کلمات و دعاهایی که دعا کرده می شود در نزد بیمار. وقتی بیمار خبرگیری می رویم چی دعاها را بکنیم، چی بگوییم، چی نصیحت کنیم، چی کار بکنیم در نزد بیمار، انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. با همین درس امروزه به پایان و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.